لاریجانی در قوه قضاییه، لاریجانی در مجلس، لاریجانی مشاور آقا، لاریجانی نماینده آقا، لاریجانی همه شده لاریجانی. این تب لاریجانی جمهوری اسلامی رو گرفته. حالا تصادفاً شروین خودش فامیلیش از شروین تقوی لاریجانی، اما این کجا و آن کجا، میان ماه من تا ماه گردون، تفاوت از زمین تا آسمان است. این شروین از یک خانواده ملی وطن پرست ایران پرست دلسوز خالص، اونها از یک خانواده وطن فروش ایران برباده بی پدر و بی مادر. چه داستانی هست. دکتر شروین تقوی لاریجانی الان کنار من نشسته. شروین جان خوش آمد. درود بر شما جناب پارسا، درود بر سامان عزیز و همینطور خاک پاک مقدس ایران میبوسن. جناب پارسا، این روزا انگار تب وطن پرستی همه ایران رو گرفته، به دلیل که من الان نگاه میکنم که کسایی که الان در صحنه هستن همشون که تب از وطن پرستی و وطن دوستی میزنن و دم از ایران میزنن، کسایی نیستن که چندین پیش دستشون به خون ملت، همین ملت عزیز ایران آلوده هستش. و خیلی به نظر من به عنوان طنز خیلی جالبه که حالا ببینید چه کسایی آمدن دلسوزی میکنن. خدمت شما عرض کنم راجع به همین مقدمه‌ای که شما اولا 2 هفته غیبت داشتی، کجا بودی؟ حالا اونها بحث دیگه حالا من قین بذاریم جای چیزی که غیبت داشتی. شروین این روزها مشغول تحقیقاته و کارهای خیلی سنگین علمی داره که مسئولیتی داره و اونها رو انجام میده. ما هم زیاد به اون سخت نمیگیریم، ولی همینقدر که سری به ما میزنه و احوال ما رو میپرسه ممنونش هستیم. ولی واقعا مردم دلشون تنگ میشه، سوال میکنن که شروین کجاست. همه دوست دارن. قربان شما جناب پارسا. اولا من خدمت شما عرض کنم، من بله فامیلم لاریجانیه، با افتخارم میگم اهل لاریجان همون شهرستان آمل مازندران هستم. ولی اونجا در لاریجان یکی از فکر کنم تنها نقطه ایرانه که تو یه محدوده به این کوچیکی طایف‌های مختلف هست، خیلی طایف‌های زیادی هستن، حتی همه ما برادر هستیم. ولی من هیچ نسبتی با این آقایون ندارم. میدونم اصلا راهتون نه حالا داشتم هم چیزی نبوده. اتفاقا منظورم این نیستش که بیام بگم نه ندارم یا دارم بعد معلوم بشه دارم. نه، واقعیت رو دارم میگم. من که شما تو هر فامیلی تو ایران میرین همه جور جهش میشه گفت جهش سیاسی هستش. بعد این نیستش که حالا موضوع اینه من بیام بگم من نمیدونم فلانم اینا. که اتفاقا داشتم مصاحبه چند روز پیش حالا در حاشیه میگم آقای حدیث زایدی رو میدیدم، ایشون داشت میگفت من با آقای مصدق فامیل هستم، یعنی چیز خاصی نیست اصلا. اینا اسمشون اولا آملیه، اینا 5 تا برادر، بیشترشون اصلا تو نجف به دنیا آمدن. یعنی خود در تناقض با قانون اساسی ایران که وقتی اینا میان نامزد ریاست جمهوری میشن و اتفاقا مردم دل خوشی نه از اینا نه از جوادی آملی دارن نه از کسایی که دیگه که ما تو منطقه که تو سیستم، به دلیل که همین آقایون همین آقای علی و جواد سعی کرده بودن برن نماینده آمل بشن در مجلس و کسی هم که از اینا پشتیبانی میکرد همین آقای جوادی بودش. جوادی آمل. بله. مردم اصلا واقعا برای اینا تاریخ خورد نمیکنن. مردم برای که تو دهن اینا بزنن رفتم به یک کسی که به نام کاظم دیناس، یه روزخون بود که حالا مرد، حالا دستش از دنیا کوتاه. حالا مرده همه خدا بیامرزه، حالا هر چیزی باشن دیگه به خدا ربطی داره. این آمده و خیلی جالب بود، میگفت ملت نه من جبهه رفتم، نه من سید هستم، نه تحصیل کرده هستم، ولی من حسین دارم به من رأی بده. مردم هم اتفاقا به این رأی دادن، نه برای که مردم هم میان خیلی زرنگه که یه دونه تو دهنی گنده به اینا جوادی بزنن. بله. که اون که منم به شما خدمت شما عرض کردم وقتی ایشون خواست کاندید بشه گفتم اولا از اون منطقه هیچ وقت نمیشه، رفت از قم شد و قشنگ معلوم بود ایشون میخواد بره رئیس مجلس بشه، برای اینکه اینا رو خامنه مثل بچه خودش اینا رو دوست داره. و الان مردم از اون صادق لاریجانی صحبت میکنن. ببینید میخوام که در قوه قضاییه، ولی یادشون میره که برادر بزرگش آقای جواد لاریجانی رئیس بخش حقوق بشر قوه قضاییه، که کسی که آمده بود شاهرودی وقتی آمده بود اعتراض کرده بود به سنگسار و اینا، این گفته بود آقای شاهرودی کیه مگه، این یه رأی الهیه و جلوش نمیشه وایساد. ولی ببینید تناقض هم خیلی زیاده. همین آقا ایشون دکتراشو دست در دانشگاه برکلی میگرفت، البته تموم نکرد. خودش بنیادگذار IPM هست که مؤسسه میشه بگفت پژوهشگاه بنیادی
علوم بنیادی در ایران که جاییه که اصلا اینترنت رو وارد ایران کردن و الان مدیر کلش هست. بعد یعنی تناقض بالا پایینه. اولا همه اینا مال ارکان اطلاعاتی هستن، یعنی من الان وقت نمیشه بخوام برم ببینیم اینا از چه مراحلی رو طی کردن، ولی 2-3 تا فقط دلیل میاد. اینا پسرخاله اینا آقای توکلی هست که ایشون هم یکی از نمایندگان تندرو مجلس هستن، ولی رئیس میشه گفت مؤسسه علوم استراتژیک یا بررسی استراتژیک مجلس هستش. این چه تشکیلاتیه که اینا دسترسی کامل دارن به تمام اطلاعات وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و وزارت امور خارجه، یعنی اینا همه ارکانهای اطلاعاتی آدمای کمی نیستن. همین آقای علی لاریجانی که قبل از اینکه ببینید من پست و مقامایشون رو در طی 30 سال میخوام نگاه کنید شما ببینید اینا چی هستن. خب مردم میدونن تو رئیس صدا سیما بود که خیلی این مدیریتش یعنی حاکم بود اونجا که خیلی از این اصلاح طلبان صداشون در اومده بود گفتن این اصلا اجازه نمیده ما صحبت بکنیم. قبل از این ایشون مدیر تو خود همین صدا سیما بودش، ولی مدیر بخش مرکزی بودش و برنامه‌های خارجی، یعنی هر چیزی که به وزارت اطلاعات ربط داره. برای که یادتون نره ایرانر و صدا سیما هر موقعی که اینا یه دونه نمایندگی خارج از کشور دارن، این در اصل همشون مال وزارت اطلاعاته، به دلیلی که وقتی در قتل آقای بختیار آقای هندی و مسعود هندی رو گرفتن، ایشون یکی از فامیلای خود خمینی بود اسمش هندیه، گرفته بودم در قتل بختیار. ایشون خودش رئیس صدا سیما ایران بود در پاریس که کسی بودش که گذاشته بودش محمد علی وکیلیراد و محمد آزادی و براشون ویزا گرفته بود بیان فرانسه. یعنی میخوام نشون بدم اینایی که شما میبینید مال ایرانن یا صدا سیما در خارج از کشور کارهای اطلاعاتی میکنن که بتونن پوشش این اصلا چیزا مثل KGB صاحب چیزای دولتی که خارج از کشور اینا مال وزارت اطلاعاتن. همین آقای علی لاریجانی سمتایی که داشتش خب وزیر ارشاد بود وقتی که آقای خاتمی استعفا دادش از دولت رفسنجانی، ولی ایشون معاون وزارت